زمانی که شما با ویزاهای موقت وارد کانادا میشین، آفیسر یک سری سوالاتی از شما میپرسه و این اختیار رو داره که بر اساس جوابایی که شما میدین اجازه ورود به شما بده یا شما رو برگرده. یکی از اصلی ترین سوالاتی که میپرسه اینه که شما برای چی وارد کانادا میشین، هدفتون از سفر به کانادا چی هستش، که شما باید توضیح بدین. اگه به صورت توریستی اومدین، برای دیدن اقوامتون اومدین، برای شرکت در کنفرانسی اومدین، برای بستن قراردادی اومدین، همه اینا رو باید به صورت شفاف و مستند بهشون توضیح. در مورد مدت زمان اقامت شما از شما سوال میشه و اینکه کجا اقامت دارید حتما باید مدارک و مستنداتش رو ارائه بدید. بیمه مسافرتی رو حتما تهیه کنید. برای خود من با توجه به که من با فرزندم سفر اومده بودم، رضایت‌نامه همسرم رو ازم خواستن که بتونم فرزندمو با خودم. سوال دیگه که آفیسر از من پرسید در مورد مدرسه دخترم بود، اینکه چرا الان تو این مدت قراره چیکار کنه. چیزی که در حال حاضر خیلی تکرار میشه از موکلا شنیدیم در مورد خدمت سربازیشون هست که این نکته خیلی براشون مهمه و نوع خدمت شما تاثیرگذار هستش. سعی کنید سوالات شفاف بهشون توضیح بدید، حتما مستندات باهاتون باشه که اینجا به مشکل نخورید.